سلام عزیزان من، چطورین؟ همونطور که بهتون قول دادم امروز میخوام تمام دستبندی های میوه های شیطانی وان پیس رو براتون بگم. ولی اگه فکر میکنین همین دستبندی ها رو میدونین، پیشنهاد میکنم تا آخرش رو نگاه کنین، چون میخوام چیزایی بگم که کمتر کسی بهشون میپردازه. و اولین نوع رو با پارامشیا شروع میکنم که میشه گفت این نوع جزء عجیب ترین قدرت های وان پیس به حساب میان. حالا چرا؟ ببینید، قدرت دسته پارامشیا رو مواد مصنوعی و چیزای عجیب غریب خلاصه میشن. مثلا یه میوه قدرت لاستیک به آدم میده و یه میوه دیگه از این نوع قدرت جدا کردن اعضای بدن رو به شخص میده. و همینطور میشه با تمرین و هاکی این نوع از میوه ها رو به شدت قوی تر کرد. البته باید اینجا یه پرانتز باز کنم و بگم بعضی از میوه های پارامشیا رو اصلا نمیشه قوی تر کرد و یا حداقل به ذهن من نمیرسه. مثلا یه مرد که میوه واگن خورده یا یکی که میوه رانده خورده رو دقیقاً چجوری میشه قوی تر کرد با تمرین. یا مثلا حالت بیداری میوهشون الان چی میتونه دقیقاً باشه. و برای اونایی که نمیدونن حالت بیداری چیه، در واقع قدرت مخفی میوه های شیطانی هستش که با بیدار شدنش کار برای اون میوه قدرتش چندین برابر یا حتی جهش پیدا میکنه. و البته حالت بیداری تو هر دسته از میوه های شیطانی فرق میکنه. مثلا تو همین پارامشیا قدرت شخص به جای اینکه فقط داخل بدن اون فرد اعمال بشه، روی محیطش هم تاثیر میذاره. مثل دوفلامینگو که میوه ایتونومی خورده بود و میتونست نخ تولید کنه و با حالت بیداری میوهش هم میتونست تمام اجسام اطرافشو به نخ تبدیل کنه و همه چیزو کنترل کنه. ولی خب میوه های پارامشیا از این حرفا پیچیده‌ترن و میشه اونا رو به 4 دسته مختلف تقسیم کرد. دسته اول تغییر بدن هستن که قدرتاشون از همین تغییر فیزیکی بدنشون یا حتی تغییر ماهیتشون میاد، مثل بلامی که بدنش تبدیل به فنر میشد یا حتی لوفی خودمون که بدنش لاستیکی میشه. و دسته دوم تولید کننده یا کنترلگر که میتونه یه ماده مصنوعی یا چیزی رو تولید و کنترل کنه، مثل کاتاکوری که میتونست موچی رو درست و کنترل کنه، یا مستر تری که با موم همچین کاری میکرد. و جالبه بدونین که این دسته از پارامشیا بیشترین شباهت رو به میوه های لوگیا دارن و تنها فرقشون اینه که برای پارامشیا مصنوعی، برای لوگیا طبیعیه. و حالا دسته سوم اون نوع از پارامشیا هستش که میتونه قوانین دنیا و حتی واقعیت رو عوض کنه. مثلا میوه شلاق که کوچاکو خورده و میتونه با ضربه زدن با شلاق اجسام، ساختمونا و حتی افراد رو کنترل کنه. یا مثلا لاو که میتونه با درست کردن یه فضا به اسم روم اجسام و همه چیز رو دستکاری و کنترل کنه. و دسته آخر و چهارم میشه نوعی که میتونه مفاهیم انتزاعی و احساسات رو کنترل کنه، مثل سن، شانس و حتی اراده آدما رو. مثلا بونی میتونه سن خودش و آدما رو تغییر بده، یا حتی بو هانکوک که هر کی عاشقش بشه تبدیل به سنگ میشه. البته اون میتونه با ضربه مستقیم همین کارو بکنه، ولی خب. و یه مثال خیلی عالی برای این دسته پرونا میشه که با درست کردن روح‌ها و رد شدنشون از افراد دیگه باعث ایجاد حس افسردگی به اونا میشد. و کلا میوه‌های شیطانی پارامشیا تنوع خیلی زیادی دارن و حتی میتونن قدرت‌های هر 4 تا دسته رو با هم دیگه داشته باشن. ولی خب بعضیاشون محدودیت‌هایی هم دارن، مثلا زمان اثرگذاری یا برد محدود، یا بعضی وقتا مجبورن حالت دست خاصی داشته باشن. و همینطور تو بعضیاشون حتما نیازه که یه تماس فیزیکی داشته باشن. و حالا میرسیم به نوع دوم میوه های شیطانی، یعنی میوه های زوان. ببینید این نوع میوه ها قدرت یک حیوان مثل شیر و پلنگ و خر و الاغ به آدم میده. و همینطور بیشتر میوه های این دسته به کاربرشون 2 تا فرم میده، یعنی فرم کامل حیوانیشون که باعث میشه تو این فرم اونا به طور کامل به اون موجودی که میوهشو خوردن تبدیل بشن، و فرم دومشون که بهشون اجازه میده اونا به فرمی برسن که ترکیب انسان و اون حیوانه. و بیشتر وقتا معمولا کسانی که میوه زوان خوردن از همون فرم ترکیب انسان حیوانیشون که بهش هیبریدی میگن استفاده میکنن. و با اینکه هر میوه قدرت‌های خاصی به کاربرش میده، ولی در بین میوه‌های زوان بعضی از قدرت‌ها مشترکه، مثل قدرت و سرعت زیاد و همینطور استقامت بالا. و همینطور در حالت بیداری این میوه‌ها کاربرشون یه فرم سومی به دست میاره که زیاد با فرم هیبریدیشون فرق نمیکنه، ولی زور و سرعتشون
خیلی بیشتر از قبل میشه و همینطور یه ابرهای حلقه مانندی دورشون به وجود میاد و برخلاف میوه‌های پارمیشیا که روی محیط و اطرافشون تاثیر میذارن، بیداری میوه‌های زوان روی بدن خود کاربر فقط تاثیر میذارن. و خب الان شاید براتون سوال بشه که چرا میوه لوفی رو اطرافشون تاثیر میذاره، مگه اون جزء دسته زوان به حساب نمیاد؟ که باید بگم بله، ولی لوفی یه استثنا است و میوه‌اش هم یه خیلی خاصه که من جلوتر به این نوع میوه ها میرسم. و همینطور جالبه بدونین که میوه های زوان دو نوع بیداری دارن، یعنی یه بیداری کامل که الان تعریفش کردم و یه بیداری ناقص. تو این حالت اونا اراده انسانیشونو به غریزه حیوانی میبازن و با اینکه قدرت خیلی زیادی پیدا میکنن ولی دیگه قدرت تصمیم گیریشون ازشون گرفته میشه و هوششون به حد خیلی زیادی پایین میاد. و یه مثال خوبش نگهبانان ایمپل داون میشه که گفته میشه همچین بیداری ناقصی رو تجربه کردن و در این فرم اونا بیشتر از اینکه یه ترکیب انسان و حیوان باشن، درصد حیوان بودنشون خیلی بیشتر میزنه. و حالا دلیلی که باعث میشه این افراد بیداری ناقص رو تجربه کنن، بیشتر وقتا زورکی بیدار کردنشون اینطوری میشه، یعنی با انجام آزمایشات و داروها بخوان این کارو کنن. البته دلایل دیگه مثل تمرین نادرست و افراطی هم هست، ولی آزمایشات و داروها رو دلیل محکمتر و قوی‌تری میدونن. و میوه‌های زوان به سه دسته متفاوت تقسیم میشن. دسته اول زوان‌های معمولی هستن که همون قدرت‌های حیوانات معمولی روی زمین رو میدن، مثل همون شیر و پلنگ و خر و الاغ و گاو. و دسته دوم زوان‌های باستانی هستن که قدرت یه موجود ماقبل تاریخی و منقرض شدن رو به آدم میده، مثل ماموت و دایناسورها که البته از نظر استقامت و سرعت از زوان‌های معمولی قوی‌ترن. و دسته سوم که قوی‌ترین میوه‌های زوان حساب میشن، دسته زوان‌های افسانه‌ای هستن که قدرت یه موجود اساطیری و افسانه‌ای رو به کاربرشون میدن، مثل اژدها و خدایان که البته میوه لوفی هم جزء همین دسته حساب میشه، یعنی هیتونومی مدل نیکا. و اگه متوجه شده باشین اسم صدا زدن میوه‌های زوان هم با بقیه فرق میکنه. ببینید تو زوان‌های باستانی و افسانه‌ای معمولاً اسم میوه رو اول میگن و بعدش نوعش رو مشخص میکنن، مثل میوه کایدو که اژدها مدل اژدهای لاجوردی بود، یا برای سنگوکو که مدل انسان بودای طلایی بود. و حالا میخوام برم سراغ دسته بعدی، ولی قبلش اگر از دنیاهای انیمه خوشت میاد مثل ناروتو، بلیچ، وان پانچ من و همین وان پیس، لطفاً کانال من سابسکرایب کن، خیلی ازت ممنونم. و حالا میرسیم به دسته سوم، یعنی نادرترین و قوی‌ترین میوه‌های شیطانی وان پیس، یعنی دسته لوگیا. این نوع از میوه میتونه به کاربر قدرت یه عنصر طبیعت رو بده، مثل نور، آتش، یخ و حتی مواد مذاب، که البته بدن کاربرش رو میتونه تماما با اون عنصر یکی کنه و به خاطر همین تو بیشترشون نمیشه با ضربه های فیزیکی از بینشون برد، فقط با هاکی میشه بهشون ضربه زد، و یا آب که نقطه ضعف همه این میوه‌های شیطانی به حساب میاد دیگه. و جالب اینو بدون که حالت بیداری این میوه ها به طور رسمی هنوز مشخص نشده، ولی نظر و تئوریایی هستن که میگه بیداری این میوه مثل پارمیشیا میمونه و میتونه روی محیط اطرافش تاثیر بذاره، با این تفاوت که حالت بیداری میوه های لوگیا طولانی مدت و یا حتی ابدیه. و اینجا همه میوه های شیطانی وان پیس تمام شدن، ولی یه دسته دیگه مونده که به طور طبیعی به وجود نیومده و جزء این دسته اصلی نیست، ولی بازم میشه جزء میوه های شیطانی حسابش کرد، یعنی دسته اسمایل یا همون میوه های شیطانی مصنوعی وان پیس. این میوه ها از تقلید همون میوه های شیطانی به وجود اومدن و ساخته دست خود انسانن و به دلیل خاصی فقط از نوع میوه های زوان کپی کردن و قدرت های همون دسته رو فقط به آدم میدن، البته اونم نه کامل. ببینید اگه طرف خوششانس باشه و یه میوه اسمایل خوب گیرش بیاد، میتونه به یه حالت حیوانی اون میوه زوان برسه، مثل مومونوسکه که میوه کپی شده کایدو رو خورد و به یه اژدهای صورتی تبدیل شد، ولی تو انیمه دیده نشد که اون آیا تونست به ترکیب انسان و حیوان یا همون فرم هیبریدی برسه یا نه. و حالا اگه طرف یکم بدشانس باشه و یه میوه اسمایل معمولی بخوره، یوز خاص از بدنش تبدیل به اون حیوان میشه و قدرت خیلی مزخرفی گیرش میاد. ولی حالا اگه طرف دیگه خیلی بدشانس باشه و نسخه خراب این میوه ها رو بخوره، نه تنها که هیچ قدرتی به دست نمیاره، تا آخر عمرش هم صورتش خندونه و فقط میتونه بخنده، یعنی هیچ احساس غمی، ناراحتی اینا رو دیگه نمیتونه تو صورتش نشون بده. و دانشمندی که این میوه ها رو ساخته اول دکتر وگاپانک بوده و بعدش هم سزار با تحقیقات وگاپانک سعی کرد اونا رو بسازه. و خب دوستان اینم دیگه همه میوه های شیطانی وان پیس بودن که بهتون معرفی کردم و اگه بازخورد این ویدیو خوب باشه، من برای همه این میوه های شیطانی و کاربراشون یه رتبه بندی انجام میدم. پس لایک و کامنت
کامنت یادتون نره و تا ویدیوی بعدی بای بای.